از کجا اومدین؟ مرم. آذربایجان شرقی، شهرستان مرم. طرفدار تراکتورین؟ بله. بله تراکتور انشالله پنجیش میبریم. یاشا تراکتور. امروز همتون تراکتورین دیگه. تراکتور. برای پشک تراکتور. تراکتور دوتا میزنه. بازی 3-1 میزنیم. یاشاسون آذربایجان. بایراق یعنی همون پرچم. ترک‌ها میگن بایراق. سمت استادیوم تختی رفتی ازش بپرسی موقعی که تراکتور با اونا بازی داره هنگ میکنه خودش. اهوازم بری تراکتور میزبانه. اهواز شمال. امسال بازی‌های آسیایی ایشالله میخواد شروع شه دیگه. مطمئن باشین همونجا هم تراکتور سازی، همونجا هم میایم. تو ورزشگاه نرفتیم. فکر کن چند نفر طرفدار تراکتورن تو ورزشگاهش هستن؟ مطمئن باشین. دو برابر شاید بیشتر. 31 میلیون طرفدار داره. 31 میلیون. آقا امروز میزبانید یا میهمان تو ورزشگاه؟ بابا جون میزبانیم. نه میزبانی. چه میزبانی؟ ملتی. میزبان. کجا بازی باشه 100% یعنی تراکتور سازی اونجا میزبانه، میهمان نیستش. مطمئن باشین.